به نام خداوند یزدان پاک. گردانهای رزمی نظامی سیاسی فرزندان ایران، شما را دعوت می کنم به اتاق هاتلاین. ارتشیان و خلبانان تیز پرواز ایران، رژیم آخوندی اعلام جنگ با مردم ایران را آغاز کرده. ما باید به وظیفه مقدس سربازی خود عمل کنیم برای آزادی ایران و ملت شریف ایران. چشم ملت ایران به ما ارتشیان است. ارتشیان، اکنون زمان آن رسیده که ما شجاعت، شهامت و لیاقت خود را در راه وطن و ملت شریف ایران نشان دهیم. رژیم آخوندی با فکر احمقانه خود دست به کشتار ملت ایران زده و ما تا آخرین نفر و تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون خود ایستاده ایم. رژیم آخوندی، منتظر ما باشید. ارتشبد خلبان دانیال شیردل، سرفرماندهی گروه رزمی نظامی سیاسی فرزندان ایران. آغاز عملیات با رمز عقاب طلایی رعد 1 به تمام اسکاتران ها. 8/6/2581. درود نظامی خدمت ملت شریف ایران. پاینده ایران.